سوخ از ناحیه‌های دوردست کشور بوده اهلش اصلا به چاره‌داری و کشاورزی و باغداری مشغول می‌شوند، اما در سالهای استقلال خصوصا در 2 سال آخر ساحه تدبیرکاری در ناحیه خیلی رواج یافت و در نتیجه کارخانه‌های خرد استحصالی به راه مانده شده. مسئله بیکاری نیز تا رفت حل خود را یافته ایستاده است. پرزیدنت شوکت میرزیایف از آن روزی که به سر قدرت آمد مسئله تامین اهالی را به جای کار دائمی به درجه سیاست دولت تبدیل داد، زیرا در کشوری که خلقش به جای کار دائمی تامین شده است برقراری فراوانی صلح و امنیت و ترقیات نیز تامین می‌گردد. در یکی از برآمدهایش رهبر دولت من آنهایی را سخت احترام میکنم که نفری را به کار تامین کردند گفته بود. واقعا نفری را به کار تامین نمودن، این یک نفر شخص را به راه درست هدایت کردن، فراوانی زندگی یک عائله را تامین نمودن می باشد. در ناحیه سوخ وادی زرخیز فرغانه نیز سالهای آخر برای برطرف نمودن مسئله بیکاری کارهای نظررس به سامان رسانیده شدند. خصوصا به تامین جوانان به جای کار دائمی اعتبار مخصوص داده شد، زیرا به کار تامین گردیدن جوانان این اندر گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی ها و تامین فراوانی روزگار مردم نقش بسا مهم می‌بازد. برای معین کردن جایهای خالی کار در کارخانه و تشکیلات ها و به آنجا برای کار جلب نمودن جوانان، زنان و دختران یرمرکه‌های مهنت یک چند مراتب در هر حدود ناحیه شده گذشت که در نتیجه آن یک چند نفر جوانان به کار تامین کرده شدند. امروز نیز به مجموعه ورزشی سوخدیانه با تشبث حاکمیت و پروکراتور ناحیه یرمرکه مهنت تشکیل کرده شد و به آنجا از حدود همه سکتورهای ناحیه جوانان، زنان و دختران به امید به کار تامین شدن جمع آمدند. وکیلان کارخانه و تشکیلات‌های ناحیه نیز اشتراک کرده به اشتراکداران یرمرکه جایهای خالی کار را اعلان کردند. در یرمرکه حاکم ناحیه فرخ اوسرف نیز اشتراک کرد و به سخن برآمده قید نمود که بهر برطرف نمودن معمای بیکاری در سال 2020 تحت شعار به بیکاری برهم می‌دهیم کارهای ارزنده را در ناحیه به سامان می‌رسانیم، زیرا مهمترین وظیفه‌ای که بر ذمه ما رهبران بار کرده شده است این تامین نمودن جوانان، زنان و دختران به جای کار دائمی و به این منوال گرفتن پیش راه به خارج بهر کار رفتن شهروندان میباشد. ishsizlikka barham berish bo'yicha mehnat yarmarkasi tashkil qilindi. Albatta bizni So'x tumanimiz viloyatimizda eng chekka hududi hisoblangani bilan, lekin bugungi kunda muhtaram yurtboshimizni rahnamoliklari ostida viloyat hokimimiz yordamlari bilan mana 2019-yilda tumanimizda bir qancha ish o'rinlari yaratish bo'yicha kichik korxonalar qolaversa, ikkita katta tikuvchilik fabrikalari ishga qurib bitkazilib, bugungi kunda ishga tushirishga erishildi. Mana juda ko'p joylarda, sektorlarda biz mahallalarda uyma-uy yurish natijalarida fuqarolarimiz tomonidan eng dolzarb masala, ya'ni ishga joylash masalasi bo'yicha murojaatlar ko'payib ketdi. Albatta biz tahlillarga asoslangan holda 2020-yilni biz yilni boshidan So'x tumanida ishsizlikka barham berish yili deb biz shu shior ostida ishni boshladik. Albatta barcha mahalla fuqarolar yig'ini raislari, barcha mutasaddi tashkilot rahbarlari bilan bugungi kunda mavjud bo'sh ish o'rinlarini mana bugun barcha vakansiyalarni biz tumanda, ayniqsa tumandagi yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan mehnat yarmarkasi tashkil qilindi. Albatta biz 2020-yilda oldimizga maqsad qilib oldik. Bunday yarmarkalarimiz har oyda bir marta, mehnat yarmarkalari har oyda bir marta tumanda o'tkaziladi. Bundan bitta maqsadimiz muhtaram yurtboshimiz kuni kecha Oliy Majlis deputatlarida, senatorlarimizda ham yig'ilishlarda aytib o'tganlarida ikkita inson ish bilan ta'minlagan inson men do'st deb bilaman deb juda ko'p ta'kidlab o'tdilar. Albatta bizda ham asosiy maqsadimiz mana shu bugungi kunda So'x tumanida yashab istiqomat qilayotgan yoshlarimizni hamda ishsiz fuqarolarimizni ish bilan ta'minlab, chunki bitta fuqaroni ish bilan ta'minlasak, shu oilani avvalambor qozoni qaynaydi, oilaviy iqtisodiy tomondan yaxshilanadi. Albatta o'sha fuqaro bugungi kunda eng avvalambor davlatimizdan rozi bo'ladi. Asosiy maqsadimiz xalqni rozi qilish.
در یارمارک نمایندگان قسم‌های حربی ناحیه نیز اشتراک کردند. آنها برای کارهای تکنیکی قسم‌های حربی متخصصان را به کار تامین نمودند. به غیر از این به فابریکه دوزندگی نیز زنان و دختران به کار جلب کرده شدند. فابریکه دوزندگی نمونه سوخت که در محله سری کنده جایگیر شده است سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت و الحال در این کارخانه سر و لباس زمانوی و خوش‌صفت استحصال کرده می شود. در این فابریکه جایهای خالی کار موجود بوده. یک چند نفر زنان و دختران به کار تامین کرده شدند. شرطنامه مهنت در همانجا امضا کرده شد. Namangan viloyati Ko'sansoy tumanidanman. Harbiy oilasiman. Hozirda Sarikanda qishlog'ida yashayman. Men ishsizlik masalasi bo'yicha xalq qabulxonasiga murojaat qilgan edim. Bular bugun meni yarmarkaga kelishimni taklif qilishdi. Yarmarkada men tikuv sexida ishga qabul qilindim. Men xursandman. Shunchalik imkoniyatlar yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat. Shu yarmarkani tashkil qilgan tuman hokimligiga ham rahmat. در یارمارک وکیلان بانک‌های ناحیه نیز اشتراک کردند. آنها به جوانانی که تدبیرکاری کردن می‌خواهند گرفتن کردیت‌های امتیازناک را توصیه دادند. جوانان به شرط‌های کردیت شناس گشته یک چند نفر آنها برای تدبیرکاری کردن کردیت امتیازناک گرفتن خویش را معلوم کردند. یک نفر از محله ینگیریق از معمای بیکاری اذیت می‌کشید و در این باره به حاکمیت قبولخانه خلقی سکتور دوم و اتفاق جوانان یک چند مراتب مراجعت کرده است. معمای من از جانب سکتور دوم حل کرده شد که من از این خیلی ندارم، گفت او ضمن صحبت با ما. من امروز در سوخ موندم یارمارک گذشت. من 4 روز پیش یوشا اتفاق بر رفتم مراجعت کردم. من دویم سکتور بر رفتم مراجعت کردم. اما یارمارک میشه گفته مراجعت کردن. من یارمارک اومدم. هر روز سوهای خودم کار یافتم. من امروز کار با جو کردن. من خرسندم. یارمارک مهنت تا دیر دوام کرد و آمدن شهروندان از همه محله های ناحیه‌مان به مجموعه ورزشی به امید به کار تامین شدن تا دیر ادامه یافت و از همه مهمش یارمارک به منفعت اهالی خدمت نمود. در دیگر سکتورهای ناحیه نیز یارمارک‌های مهنت تحت شعار به بیکاری برهم می‌دهیم تشکیل کرده می شود. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون صبح در استودیو با شما جهانگیر صابر. الحال شما را به ترتیب برنامه خبری شناس میکنیم. او بیمار است، لیاقت مهنت کردن ندارد، برای دارو و درمان مبلغ را از کجا مییابد؟ در محله ما صنعتکاران محلی حامی دائمی عائله‌های دارای امکانیتش محدود، گفت رئیس محله حضرت علی. حسابکنک‌های قوه برق را در محله‌های ناحیه متصدیان غون کرده ایستادند. برای چی؟ باخوری اسکران و خوانندگان مکتب در مکتب رقم 1 شده گذشت. در بین دپوتات‌های مجلس عالی زنها نیز فعالیت می‌برند که آنها را رهبر دولت شوکت میرزیویف دیروز تبریک نموده مصلحت‌های خود را پیشنهاد کرد. پرزیدنت شوکت میرزیویف در دوام نطقش قید نمود که در بین حاکمان شهر و ناحیه‌ها زنها خیلی کم به نظر می‌رسند. آنها را نیز به این وظیفه گذاشتن لازم است، زیرا همه کار در حاکم است. اگر حاکم خلق پرور باشد، از تحت دل کار برد، به تعبیر پرزیدنت گوییم خلق از سیاست امروزه راضی می شود. مراجعت یک نفر بیمار از اعتبار حاکم ناحیه سوخ دور نماند. در عرفیت میگویند که 5 پنجه برابر نیست. یکی حیات فراوان دارد، دیگری عکس آن. یکی ثروت به حساب دارد، دیگری از پی دریافت قوت لایمات در عذاب و مشقت. یکی از سبب بیماری ناچار است و به کمک دیگران نیاز دارد. خوشبختانه سیاست انسان پرورانه و خردمندانه رهبر دولت امروز اشخاص دارای امکانات محدود را از نظر اعتبار دور نمیگذارد و آنها را حمایه نموده و دست مدد میرساند. عالمجان سالیف از دهه طول بوده سنش به 90 رسیده است. پسر یگانه‌اش فرهاد جان عالمجانف گرفتار بیماری گپاتیت بوده، امروز در بستر بیماری میخوابد. حکومت بر رفته یادگان سرچ من دردشنده توبش نبرد. هوای با یک التماس کرد بینام کن اینها اومد حاضر منم دکترا کده منم مصلحت کده بیس بلد بیپل منم حاضر دولامش میکنم. گفتم بیچاره ها همه شون اومده منم حاضر منم خونم سرچ من اشتیان.
مراجعت امک 90 ساله از جانب رهبر سکتور یکم فاروق اوسرف به اینابت گرفته شده برای دوا نمودن پسر امک یاری رسانیده شد. یک گروه شفاکاران تحت رهبری حاکم به خاندان آن کس رفته هر یک آنها را از نظارت طبی گذرانیدند. قلبی به مهر و محبت تشنه، چشمان اشکالود و چهره آزرده بیمار از تشریف شفاکاران و این کار خیر و ثواب از نو درخشید. در چهرهش تبسم پیدا شد و در چشمانش اشک شادی حلقه زد. همه اعتبار و هوا گرفته من اول هم پرزیدنت ما رحمتی که همه معلم خدا شفاتی هیچ کی کسل نشود. اول شفاکاران بعد از نظارت گذرانیدن بیمار او را توسط ماشین یاری تجلی به شفاخانه آوردند. از روی معلومات سردکتر شفاخانه بیمار مدت در بیمارخانه دوا میگیرد. داروهای لازمی از حساب شفاخانه می باشد. بهترین و بزرگترین عمل ثواب این شاد نمودن دلهای شکسته است، طوری که سعدی بزرگوار میگوید به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آور. این بیمارمان علیم جان و فرخود جان قطعا در دوام 2 سال در شفاخانه با دیاگنوز سرونکلی هپاتیت B دوا گرفته میگردند. کرونیک کسل حساب شده. هر سال در 1 سال 2 بار در شرایط شفاخانه دوا گرفته میگردند. 6 ماه شدگی لیچین ایمبه امروز به شرایط شفاخانه دوا کردن محتاج. واقعا امروز حمایه عائله‌های دارای امکانات محدود در کشور ما به یکی از استوارترین سمت‌های سیاست دولت تبدیل یافته است. هیچ کس هیچگاه از مرکز اعتبار دور نخواهد ماند. امروز منفعت خلق، دستگیری نمودن عائله‌های کم تامین از مهمترین مسئله‌ها به شمار می‌رود. طوری که پرزیدنت شوکت میرزیویف دیروز در جمع اولین پس از انتخابات گفته گذشت، بهترین عنوان این باوری خلق میباشد. راضی نمودن خلق است برای من عالی ترین عنوان. خوشبختانه امروز این گفته های رهبر دولت در عمل افاده خود را می‌یابد. نیکخواه همدیگر باشیم عزیزان. در محله حضرت علی برای تامین اجرای قرار دایر به تنظیم توی مراسم ها قبول گردیده کارهای ترغیبات تشویقاتی امروز ها خیلی در اوج است. پیشتر برای مردان محله جمامت برگزار گردیده بود و دیروز برای زنها و مادران جمامت تشکیل کرده شد. موضوع را دوام می‌دهیم. تأمین فراوانی حیات شهروندان از مهمترین مسئله‌های سیاست کنونی به شمار می‌رود، زیرا تأمین فراوانی روزگار مردم عامل مهمی برقراری صلح و امنیت و ترقیات در مملکت میباشد. میتوان گفت که سالهای اخیر شهرت پرستی و خودستایی و اسرافکاری‌های بیهوده ما سد راه فراوانسازی حیاتمان گردیده ایستاده است که دیده و دانسته تا به امروز پیش راه این عادت بد را نگرفتیم. این عادت ما که بدعت به شمار می‌رود، پلت قانونبران را وادار ساخت که در این خصوص حجت انیق یعنی قرار قبول کنند و پیش راه دبدبه‌های بیهوده را گیرند. 14 سپتامبر سال گذشته قرار قبول گردید و امروز بهر اجرای آن در ناحیه سوخت که مردمش به چنین قرار سخت نیاز داشتند، کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیده ایستاده است. در این سمت اهل محله حضرت علی پیش دستی کرده ایستادند. از این چند پیش آنها دایر به تنظیم درآوردن توی مراسم ها جمامت گذرانیده بودند و در آن فقط مردان دهه اشتراک کرده بودند. در جمامت نوبتی زنان و مادران اشتراک کردند، زیرا در این کار پیش از همه نقش زن کلان است، طوری که سعدی بزرگوار میگوید زنی خوبی فرمانبر پارسا کند مردی درویش را پادشاه. این سخنان در آغاز جمامت از جانب رئیس محله سبحان علی نشانف بار دیگر افاده خود را یافت. در جمامت رئیس کمیته زنان آچقان تختبای و نیز اشتراک کرده عاید مضمون و ماهیت قرار حرف زد. قید گردید که در تامین اجرای این قرار زنان و مادران نقش مهم می‌بازند. اگر ما از فرزندان و شوهرمان در توی مراسم هایمان چیزهای نالازمی را طلب نکنیم، خود از خود قرار اجرای خود را می‌یابد، گفت رهبر مرکز عائله گلایم احمد جان. و اهل محله جانب داری به اجرا رسانیدن قرار مذکور میباشند. حتی زنان سری وقتی بودن این قرار را تاکید نموده از قبول آن خیلی شاد گشتند. محله حضرت علی ده من همه توی سر مراسم اخچم کردم حرکت کردم. من ندارم از پرزیدنت ما هزار رحمت، حکومت ما رحمت، محله رئیس ما کربلش بام رحمت میگیم که قرار را دستگیری میکنید؟ میکنیم، کار سوی ما میکنیم، وعده میتیم که ایلش با برای هوا ما خودم و اوزن سوس. قرار به منفعت اهالی نگرانده شده است. نگرانده شده، درسته.
هیچ نه یون ما چقدر پول موسوس ما همه به دستگیر کلمه وعده میتیم. اهل محل در یک جایی به قرار آمدند که توی تنتنه‌هایشان را صنعتکاران محلی گذرانند و آنها عائله‌های دارای امکاناتش محدود را سرپرستی کرده دستگیری خواهند کرد. در جماعت به چنین عائله‌ها از جانب صنعتکاران محله محصولات‌های عضوقواری داده شد. اول مجلس ما قرار قبول کردند. بعد از هوای من ما محکم سودا حرزت اهل محله شنده همون قرار تدبیر کنیم. من با قرار مرد ها کدیم مجلس کردم. من حاضر امروز با زن ها کدیم مجلس کردیم. ما خدا خلاصه همون قراریه جدود مستحکم که گیتیم برای. مردم چه قبول کردن قرار نو را؟ جدو بهن ناس قبول کردن، من نداری کردن، خلق پایدش دویدن. ما دستگیری میکنیم. من در دهه ما درست شد که ما حرکت کرده روز شنبه بازار من یک تا عروس گذراندن با در اساس قرار گذاشته شد. چخیل گذشت؟ خلق چخیل قبول کرد؟ خلق ناز همه خرسان همه خرسان که همین خیل توی مراسم ها همه خیل شود همه خرسان. اولا بار من پرزیدنت ما رحمت حکومت ما من رئیس ما سبحان نشانش بر رحمت کی من دستگیری کرده همه روزنده مثلا من 200 نفر قریب زنها اشتراک کردن. همه خرسان. خلاصه اهل ده به ترتیب درآوردن توی مراسم ها را جانبداری میکنند و همه وعده دادند که اگر از بین ما کسی خلاف قانون کار برد به ارگان های دخلدار مراجعت کرده به جوابگری مأموری بگذار کشیده شود. دایر به این مسئله در محله ها جمامت و واخوری ها دوام دارد. ازبکستان با صورت تیز ترقی یافته ایستاده است و امروزها در قطار مملکت های مترقی عالم جای گرفتن ازبکستان را سیاستمداران دنیا هم اعتراف کرده ایستادند و برای شهروندان این کشور نیز در همه ساحه‌ها قلعه‌های زیاد فراهم آورده می شود. خصوصا صفت خدمت رسانی در مملکت ما تا رفت بلند می گردد. موضوع را در مثال ساحه تامینات قوه برق دوام می‌دهیم. باعث اعتراف است که سالهای آخر دیگر خاموشی قوه برق در ظلمت شب به نظر نمی‌رسد. این دلالت از آن است که ازبکستان واقعا در راه بزرگی ترقیات قدم می‌گذارد و سیاست خلق پرورانه و خردمندانه رهبری دولت تا رفت گسترش یافته در حدودهای دوردست کشور نیز به عمل تطبیق می‌گردد. همه کار و تشبث، قبول قرار و فرمان و قانون‌های دولت تنها به منفعت شهروندان ازبکستان نگرانده شده است تا روزگار مردم باز هم فراوان‌تر، آینده وطن درخشان‌تر گردد. از همه مهمش راضی نمودن شهروندان از سیاست امروزه. پوشیدن است که پیشتر بین خلق و خادمان قوه برق در سپاریدن پرداخت الکتر نافهمایی ها به نظر می رسید و آن عاقبت به جنجال و نامراسایی ها و اعتراض مردم سبب می گردید. وقتی بیوروی اجرای اجباری به راه مانده شد این حالت ها برهم یافت، اما اکنون باز جهت قلی‌ترش را به شهروندان پیدا کردند. این هم باشد به هر یک خاندان وصل کردن حسابکنک های عقلناک. این حسابکنک را برای آن عقلناک میگویند که جهت‌های خوبش خیلی بسیار است. وقتی مبلغ سپاریده اتان تمام می شود قوه برق در خاندان شما خاموش می گردد. شما می توانید مبلغ را مثل پرداخت تلفن از پینت یا توسط تلفن دستی اتان سپارید. خلاصه هم برای شهروندان و هم برای دولت قلعه ها و نفع زیاد دارد حسابکنک های عقلناک. امروز در ناحیه ما نیز وصل کردن حسابکنک های عقلناک آغاز یافته است و الحال خادمان قوه برق در محله غزنو مشغول وصل کردن حسابکنک های عقلناک می باشند. این با طرفی آنلاین کار میکند. لیمیت میتیم هر یک شد چیز با همون لیمیتش گرفته شد اتوماتیکی میمره. بازم پلیس برای شخوب جایی پایینه همون کدام قبول کنه شخوب جایی باشد هم به پلیس برای خودش در میگیره. Bu چه خیلی اصلیتش هست؟ بازم اصلیتش همون که چرانش بالان شد هم میمره پس شود هم میمره. همون خالص. میخواد همه چیزا رو شما. مابود و همون الکتریسوبلاگی düzlü şava avtomatik monda boşkaru kabine olmuşat havaya hamunca signal meter. İdora gelmiş. Ki hamun ana men soblagi çamda düzlü sos kita. Yok ki svet mara hamun semova boş hamun idora mova khavar meter ki svet mör. آنها را غون کرده میگیرند و به جای آن حساب کنک عقلناک را وصل میکنند و برای حساب کنک نو از شما مبلغ طلب کرده نمی شود. روزهای نزدیک هر یک خاندان ناحیه به حساب کنک های عقلناک تامین کرده می شود. در مکتب رقمی یکم ناحیه واخوری حربیان و جوانان یعنی خوانندگان مکتب شده گذشت. گزارش نوبتی ما در همین خصوص توجه کنید.
بین کسب‌ها از همه پرشرفترینش این حمایتگری وطن بودن است. بدون شک گفته می توانیم که اگر امروز از جوانان در آینده انتخاب کردن کدام کس را پرسیم، در حال حمایتگری وطن گفته جواب می‌دهند. اکثریت آنها اصلا در مکتب‌ها گذرانیدن واخوری‌های اسکران و افسران و خوانندگان مکتب در دل هر یک نسل جوان حس وطن دوستی و در آینده حمایتگری وطن شدن را پیدا کرده ایستاده است. به همین خاطر در مکتب رقم 1 واخوری حربیان و خوانندگان مکتب شده گذشت. در تدبیر اسکران و افسران قسم‌های حربی ناحیه‌مان به خوانندگان از حیات حربی امکانیت و امتیازهای به آنها فراهم آوردن نقل کردند. پس آن برآمد خوانندگان نمایش داده شد. در شعر و سرود آنها موضوعهای استقلال، کامیابی‌های آن، وطن دوستی و وطنداری ترنم یافته بود. نمایش جنگی دستی حربیان و خوانندگان مکتب به اشتراکداران تدبیر خیلی پسند آمد. در رفت تدبیر بر علا احساس نمودیم که در مکتب مذکور خوانندگان اقتدارناک بیشمار بوده، خصوصا شوق و هوس آنها به ساحه ورزش خیلی بلند است. در مکتب محفل‌ها از روی نمودهای مختلفی ورزش عمل می‌کنند و در آن خوانندگان هوسمند سر و اسرار ورزش را می‌آموزند. گذشته از این در مکتب در دایره 5 تشبوس مهم، خصوصا بند دوم تشبوس که به جسمانان آب و تاب دادن جوانان، آفریدن شرایط برای نمایان کردن قابلیت آنها در ساحه ورزش نگرانده شده است، کارهای نظررس به عمل تطبیق کرده شده است. برآمد خوانندگان مکتب براه مانده شدن محفل‌های گوناگون در این درگاه معرفتی به اسکران و افسران خیلی معقول افتاد. در آخر تدبیر به حربیان و خوانندگان مقتدر مکتب مذکور افتخارنامه و کتاب‌های بدیعی از جانب مأموریت مکتب تقدیم کرده شد. این بود بخش خبری اخبار که شما توسط آن با خبرهای آخرین روز که دیروز و امروز در ناحیه روی دادن شناس گشتید و در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می‌بخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوق بمانید.